وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. در این قسمت با همدیگر در موضوع بسیار مهم و اساسی که امروز در جامعه ما واقعاً نیاز هست که در موردش حرف زده بشه و مسلمانان و اهل اسلام در مورد آن آگاهی کامل داشته باشند، موضوع تحلیل و تحریم است که اولا تحلیل و تحریم یا حلال کردن و حرام کردن یا خود حلال و حرام چی هست و بعد از آن این حق برای کیست و چی کسی از این حق برخوردار است و آیا هر فرد می تواند چیزی را حلال کند یا چیزی را حرام کند و یا فردی می تواند چیزی را برای خودش که حلال آن را حرام کند یا حرام را بر خودش حلال کند. حرام چیزی هست که شریعت اسلامی از آن منع کرده و شریعت اسلامی آن را خوب نگفته و حلال چیزی است که اسلام آن را تایید کرده و یا آن که در موردش حرف زده و آن را تایید کرده و حلال دانسته و خوب دانسته. این تحلیل و تحریم یعنی حلال کردن و حرام کردن، در مورد این موضوع حقیقتا می شود گفت که امروزه مردم به سه دسته تقسیم شدند. یک عده در این مورد افراط می کنند در مورد تحلیل و تحریم، یعنی اینکه قول هر کسی را گرفته در مورد اشیاء و در مورد چیزهایی که اسلام در مورد آن حتی سکوت کرده و یا هم حتی اسلام آن را حلال گفته، اینها یا برای خودشان آن را حرام می کنند یا برای دیگران حرام می کنند و گروه دیگری در مقابل اینها قرار گرفتند که اینها اهل تفریطند، یعنی اینکه آنچه را که پروردگار متعال حرام گفته اینها بر خود حلال می کنند، برخلاف اونهایی که بیشتر تمایلشان به طرف تحریم است، اینها به طرف تحلیل هستند و دنبال این هستند که اشیا را برای دیگران حلال بکنند و به زعم و گمان خود دین را برای مردم آسان کنند. و گروه سوم گروهی هستند که اینها اهل اعتدالند، اهل اعتدال و میان روی هستند، همان کسانی که الله متعال از اونها در قرآن تعریف می کند و می فرماید و کذالک جعلناکم امة وسطا، ما شما را امت وسط قرار دادیم. اهل سنت و جماعت اهل وسطند و وسطیت به این معنا نیست که خودشان این وسطیت را برای خود انتخاب کرده باشند، بلکه وسطیت همان چیزی است که الله آن را فرستاده، یعنی آنچه را که الله گفته حلال میگویند حلال، آنچه را که الله گفته حرام میگویند حرام. این گونه نیست که برای خودشان تصمیم بگیرند که این چیز حلاله یا این چیز حرامه. اما در میان اهل بدعت
به تعبیر خودشان اگر مرجعی، اگر عالمی، اگر شیخی، اگر ملنگی، اگر هر کسی دیگری آمد گفت که این چیز حلاله، خلاص حلال میشه. اگر گفت حرامه، حرام میشه. ولی اسلام عزیز ما را فرا میخواند به اطاعت و فرمانبرداری از الله و پیامبرش. اسلام عزیز ما را فرا میخواند تا از الله متعال اطاعت و فرمانبرداری بکنیم، تا از رسول الله صلی الله علیه و سلم که مبلغ این دین هستند اطاعت و پیروی بکنیم. و اطاعت محض و اطاعت مطلق از افراد دیگر را از ما نفی میکنند، چی شیخ باشه، چی ملا باشه، چی پیر باشه، چی ولی باشه، چی امام باشه، هر کس میخواد باشه. ما حق نداریم که از دیگران اطاعت مطلق و اطاعت محض بکنیم. یعنی به این معنا که اطاعت دیگران در قالب و در پیمانه و در وزن و در میزان اسلام گذاشته میشه، در میزان قرآن و سنت گذاشته میشه. اگر موافقت کرد خیلی خوب، اگر موافقت نکرد قابل پذیرش نیست، قابل اعتماد نیست، با آن نمیشه عمل کرد، با آن نمیشه تعصب جست، چون اسلام و قرآن و پیامبر و الله هست که میشود با آنها تعصب جست. ولی برای دیگران نه، فقط برای پرچم پیامبر و پرچم الله و پیامبر میشه انسان خودش را تسلیم بکنه. در برابر اطاعت و فرمانبرداری الله و پیامبر انسان باید خودش را تسلیم بکنه، نه دیگران. دیگران هر کسی دیگری میخواد باشه. الله متعال سبحانه و تعالی در آیت 59 سوره مبارکه نساء میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، اطیعوا الله، اطاعت کنید الله را، و اطیعوا الرسول، و اطاعت کنید از پیامبرش صلی الله علیه و سلم، و اولی الامر منکم، و اولی الامری که از خود شما هستند. اولی الامر مسلمانی که از خود شما هستند. اگرچه بعضی از مفسرین این را تفسیر کردن به علما، فرمودن منظور از اولی الامر علما هستند. حالا اگرچه علما باشند یا غیر علما باشند، یا اولی الامر یعنی حاکم باشه، منکم کسانی که از خود شما هستند، اولی الامری که از خود شما هستند، نه اولی الامر کافر و زندیق و بیدینی که نباید از اونها در نافرمانی الله و پیامبر اطاعت بشه. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، الله متعال مورد اشاره میکنه که اگر شما در چیزی در اختلاف افتادید، در تحلیل و در تحریم چیزی، در خوب بودن و بد بودن یک چیزی، در سنت بودن و بدعت بودن یک چیزی، در شرک و توحید بودن یک چیزی، شما اختلاف کردید، فردوه الی الله و الرسول، آن را رد کنید به الله و پیامبر، آن را عرض کنید و عرضه کنید به کتاب خداوند و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، اگر شما به الله و روز آخرت ایمان دارید این کار را انجام بدهید. اختلافات خودتان را دامن نزنید، بلکه مراجعه کنید به کتاب الله و سنت پیامبر، چون اینها مرجع مهمند، اینها اصول هستند، اینها در بازگشت و مرجع بنیانهای بزرگی هستند، پایه‌های بزرگی هستند. بعد الله میفرماید ذالک خیر و احسن تأویلا، این بهتر است و این به حق نزدیکتر است و این به نفع مردم بیشتر است. این بهتره که انسان به الله و پیامبر مرجع بده. چرا این همه تأکید برای این که ما حرام بودن و حلال بودن یک چیز را به الله متعال سبحانه و تعالی معول بکنیم و پیامبرش که مفسر کلام الله هست؟ چرا؟ علت چیه؟
علت اینه که اگر این تحلیل و تحریم به دست مردم باشه، هر کس به نفع خود چیزی را حلال میکنه و هر کس به نفع خود چیزی را حرام میکنه. ولی شریعت اسلامی آمده ضوابط و قواعد گذاشته بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم این چیز حلاله، این چیز حرامه. و اگر هم که اختلافی در میان امت اسلامی ایجاد بشه، اختلافی در مواردی در میان آنها اتفاق بیفته، چیکار بکنن؟ باز هم آن را مرجع بدن به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و پروردگار متعال سبحانه و تعالی در مورد پیامبرش میگه صلی الله علیه و سلم، میگه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. ای پیامبر، به الله قسم که اینها مؤمن نمیشوند حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا زمانی که توی پیامبر را حکم قرار ندن در آنچه که در میانشان اختلاف افتاده، در آنچه که در میان خود اختلاف کردند پیامبر را حکم قرار ندن، اینها مؤمن نمیتونن باشند. اما وقتی که پیامبر آمد چیزی را حکم کرد، آمد چیزی را گفت، آمد چیزی را مطرح کرد، آمد گفت این حلاله، آمد گفت این حرامه، اینجا کسی حق ندارد که در برابر خدا و در مقابل پیامبر صلی الله علیه و سلم قد علم کند و حلال پروردگار را حرام بگوید و حرام الله را حلال بگوید. الله متعال در ادامه می فرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. بعد از آن که تو در ماره چیزی به اونها حکم کردی، در دل خود و در درون خود و در وجود خود تنگی در مورد حکم تو احساس نکنند، نگن که این حکم ظالمانه هست، نگن که این حکم درست نیست، نگن که این حکم نعوذ بالله به جا نیست. بعد الله میفرماید و یسلموا تسلیما، و تسلیم بشن اینها در برابر فرمان و دستور الله، در برابر فرمان و دستور مفسر قرآن و در برابر فرمان و دستور و حکمی که مبین قرآن می کند و سفیر الهی می کند. اینها مؤمن پنداشته نمیشن الا اینکه در برابر الله و در برابر پیامبر زانو بزنن و سرخم بکنن در فرمانشان و در گفتارشان و در آنچه که به عنوان عبادت و به عنوان امر و دستور داده شده. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه احزاب میگه که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. میفرماید برای هیچ مرد مؤمنی و زن مؤمنی درست نیست، حلال نیست، جایز نیست، حرام است که مادامی که الله و پیامبر چیزی را دستور میدهند او بگوید که به اختیار خود حرکت کند و به اختیار خود برود و بگوید من از پیش خودم میتوانم چیزی را حلال بکنم یا چیزی را حرام بکنم، یا من اختیار دارم در این مورد هر چی که دلم خواسته باشه انجام میدهم. مادامی که ما به عنوان مسلمان شدیم باید در برابر فرامین و دستورات الله متعال سرخم بکنیم. مادامی که الله میگه حلال بگوییم حلال، مادامی که الله میگه حرام بگوییم حرام و به سخن هیچ احدی التفات نکنیم، به سخن هیچ احدی توجه نکنیم و فقط توجه ما به طرف شارع باشه. الله و پیامبر که مفسر قرآن هست و بیان کننده قرآن هست و سفیر الله و رسول و پیامبر الله هست به اون توجه بکنه. این وقتی که ما درست فهمیدیم، این وقتی که ما درست شریعت را فهمیدیم که از کی پیروی بکنیم از کی نکنیم. ولی اگر خدای نکرده ما از طاعت و فرمان برداری الله خارج شدیم، باز به فرمان برداری و اطاعت دیگران داخل شدیم و چون شیخ برای ما فیصله کرد، چون شیخ برای ما گفت این حلال ما هم حلال دانستیم،
چون این آقا صاحب گفت این حرام، ما هم گفتیم حرام. چون این مرجع مفسد گفت حلال، ما گفتیم حلال، و گفت حرام گفتیم حرام. گفت این درسته گفتیم درست، گفت این نادرسته بگیم نادرست. این وقتی که الله متعال سرنوشت همچون انسانها را باز تعیین میکند. میفرماید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولی و نصلیه جهنم و ساءت مصیرا. هر کسی که از راه پیامبر، هر کسی که از دین پیامبر کناره بزند و دوری بکند و به سوی جهت دیگری برود، این انسان و غیر راه مؤمنین را تعقیب بکند و دنبال راه جدیدی باشد، الله متعال سبحانه و تعالی در مورد این انسان که خودش تحلیل و تحریم برای خودش دارد و دنبال راه و روش دیگران است که برای او بگن حلال یا حرام، سرنوشت این انسان را الله متعال سبحانه و تعالی در ادامه آیه تعیین می کند. ولی قبل از آن اجازه بدید که یک میان برنامه را ببینیم، بعد از آن ان شاء الله ادامه آیه را به خدمت شما عزیزان تلاوت خواهم کرد. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنانند. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه راهنمود سنت. بینندگان عزیز و گرامی، در مورد این صحبت می کنیم که حق تحلیل و تحریم را چی کسی دارد و در این مورد صحبت کردیم که اطاعت و فرمانبرداری الله متعال در تمام امور بر مسلمان لازمه. یعنی یک مسلمان باید متلبس باشه با لباس اطاعت و فرمانبرداری الله و پیامبرش. و آیه از سوره مبارکه نساء گفتیم که الله می‌فرماید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولی و نصلیه جهنم و ساءت مصیرا. می‌فرماید کسی که از راه و روش پیامبر دور بره و راه و روش پیامبر را پشت پا بزنه و راه و روش پیامبر را توجه نکنه و نافرمانی پیامبر را بکنه و خلاف راه مؤمنین حرکت بکنه، بعد از آن که برایش حق واضح شده، من بعد ما تبین له الهدى، بعد از آن که حق برایش واضح شده، هدایت برایش واضح و آشکار شده، باز هم خلاف پیامبر میره، خلاف مؤمنین میره، نولیه ما تولی و نصلیه جهنم و ساءت مصیرا. این انسان ما وارد جهنم میکنی. این انسان وارد جهنم میشه، سزای انسان جهنمه. چگونه میتونه یک انسان خلاف پیامبر کاری را انجام بده و خلاف راه و روش پیامبر برای خودش مذهب جدید و راه و روش جدیدی برای تحلیل و تحریم بگذاره که این حلاله و این حرامه؟ به همین واسطه شما میبینین که علمای اسلام، ائمه بزرگوار،
چقدر در این مورد احتیاط به خرج میدادن. امام ابو حنیفه رحمه الله و امام شافعی رحمه الله میفرمایند، این قول هزاردویشان هست، میفرمایند اذا صح الحدیث فهو مذهبی، هرگاه حدیثی به صحت رسید اون مذهب من است. یعنی خودشان از پیش خود اقرار میکنند که ما حرفی نداریم. اگر حدیثی و روایتی به صحت رسید و صحیح بود همان مذهب ماست. و قول مشهوری از امام ابو حنیفه رحمه الله است که میفرمایند اگر قول مرا خلاف کتاب الله و سنت رسول الله یافتید آن را به دیوار بزنید. و دقیقا این قول از امام شافعی و بعضی از ائمه دیگر هم نقل است. امام مالک امام دارالهجره در مسجد نبوی نشسته است، اشاره میکنه میگه جز صاحب این قبر هر کس دیگر خطا میکند. یعنی من مالک خطا میکنم، من معصوم نیستم. امام احمد ابن حنبل رحمه الله همچنین. موارد زیادی ما از این ائمه بزرگوار داریم که ایشان اقرار میکنند که ما حق تحلیل و تحریم را نداریم. وقتی یک امام بزرگواری مثل ابو حنیفه النعمان رحمت الله علیه و رضوان و مثل امام شافعی و مثل امام مالک و مثل امام احمد ابن حنبل و دیگر ائمه بزرگواری که اهل اسلام حقیقتا در تاریخ نظیر اینها را کم داشته، این حرف را گفتن و این مقوله از آنها صادر شده، پس در مورد این افراد شیادی که خودشان را شیخ معرفی میکنن و آقا معرفی میکنن، برای مردم حلال میکنن، برای مردم حرام میکنن. میگه این چیز حلاله، اون مرید هم میگه چشم، هر چی که جناب شیخ و جناب آقا صاحب بگوین ما در خدمتشان هستیم. نمیگه که آنچه خدا و پیامبر بگه، نمیگه آنچه که الله و پیامبر بگه. این انسان خودش جاهل به دین، از دین چیزی نمیدانه، نه قرآن میدانه نه سنت میدانه، نه چیزی از قرآن و سنت آگاه. این انسان بدبخت این شده امام و مرجع بزرگ و به همین طریق و به همین شکل شما افراد فراوانی را میبینید که متاسفانه دنبال روی کورکورانه افرادی را میکنند که هیچ جایی اونها در دین ندارند، هیچ جایی از دین ندارند و کسی اونها را ارزش در مقام علمی نمیده. اگر این هم که بده جرأت نمیکنه یک عالم اگر عالم باشه جرأت نمیکنه از پیش خود چیزی را حلال بکنه و چیزی را حرام بکنه، چون میدانه که فقط الله متعال هست که حلال میکنه و الله متعال هست که میدانه که حرام میکنه. چون همین الله در سوره مبارکه مائده آیت 3 میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، دین را به شما تمام کردم. پیامبر علیه السلام از دنیا نرفتن مگر این که دین را الله تمام کرد، مگر این که پیامبر هر چیزی را مطرح کردن، مگر این که پیامبر صلی الله علیه و سلم حلال را معرفی کردن حلال، حرام را گفتن حرام. پس چی جایگاهی برای فرد دیگری است که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاید و بگوید این چیز حرامه و این چیز حلاله و مردم هم به دنبال آن بروند؟ مگر این انصاف هست؟ مگر این را اسلام گفته؟ مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیگن که در معصیت پروردگار و در نافرمانی پروردگار طاعت هیچ مخلوقی نیست؟ چی معصیتی بالاتر از این که تو حلال الله را حرام بکنه برای تو و تو هم قبول بکنی، و یا این که حلال پروردگار را حرام و حرام پروردگار را حلال برای تو بکنه؟ چی فکر میکنی؟ آیا معصیت بزرگتر از این هست که کلا مخالف آنچه که پروردگار متعال برای تو گفته، بعد آن وقت انتظار داشته باشی که تو واقعا در روز قیامت مورد شفاعت پیامبر قرار بگیری، انتظار داشته باشی که تو واقعا از جمله مسلمان‌های واقعی باشی و به قرآن و سنت پیامبر علیه السلام عمل کرده باشی؟ حاشا و کلا، غیر ممکن است.
به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، در این مورد حرف فراوان است. آیات صریحی در قرآن کریم موجود است که دلالت بر این می کند که تحلیل و تحریم را فقط الله می کند و پیامبرش صلی الله علیه و سلم که مفسر آن است و هیچ احد حق ندارد که حلال را حرام کند یا حرام را حلال کند. و ان شاء الله اگر پروردگار توفیق بده در برنامه آینده و برخی از این آیات و احادیثی که در این مورد هست اشاره خواهیم کرد و در مورد هر کدام کوتاه توقفی خواهیم نمود و جامعه خودمان را و افرادی که مخالف این آیه قرآن و احادیث هستند را نیز ان شاء الله با آنها اشاره خواهیم کرد. تا برنامه بعد همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.